قصه های اسلامی که است دورمدراز است، هر چقدر که بگیم همهش مزخرفات است. ما امروز درباره ناتوانی خدا گپ میزنم. مسلمان ها میگن کل کائنات خدا خلق کرد. خدا توانایی از این را نداشت که آدم خلق کرد، شیطان برش سجده میکرد. بعدش آدم که در جنت ماند، گفت از علفک نخون. از او علفک که خورد او را گرفت به زمین انداخت. باید کار نمیکرد، او را میبخشید، پس مجا میموند، هیچ دمی زمین روان نمیکرد. بعدش از قبرغه چپی از وجود خود از او یک چیزی را بکشه برش بته که بگی امرای ازی بازی کن. ای بی عقلی خدا را ببین. او میتونست که مثال یک گل دیگر را بگیره، یک سنگ دیگر را بگیره، یک درخت دیگر را بگیره، پف کنه. برای حضرت آدم مسلمان ها یک زن جور کنه. بعدش او را که گرفت، از وجود خودش برای خودش یک بازیچه داد. از او بازیچه که اولاد آمد، اما اولادای آدم با اولادای خودش بازیچه ساختن. یعنی برادر خواهر بگی و باز خواهر برادر بگی و همه تو بامسن کو. این توانایی خدا را ببینید. این خود توانایی نیست، بیعقلی خداست. و بعدش اینا را که خلق کرد تا اینجا هیچ توانایی نداشت. 1,24,000 پیغمبر روان کرد. صبح یک پیغمبر، بیگاه یک پیغمبر. چیزی را که خودش خلق کرده میدونه که یعنی چی است، چی نیاز داره که مثلا یعنی 1,24,000 پیغمبر روان کرد. این کلش بیعقلی های ناتوانی های اینمو خدای مفقود شده در عربستان است. این توانایی نیست، این بیعقلی است. این عاجزی خدا را نشان میده. اگه واقعیت همین خدای واقعی هم باشه، و نیاز نداشت که 1,24,000 پیغمبر روان کنه. و میتونست از اون بالا یک پف کنه، روحی کلگی تازه شد، در مغزش گندگی نباشه، مثل انسان زندگی کنه. و چی نیاز داشت که 1,24,000 پیغمبر روان کنه؟ امروز همون قبول داریم. فلسفه زیاد است در اسلام، اما کلش مزخرفات است. پیس.